مصنف گفتن که الاصل الرابع قرار المرأة في بيتها عزيمة شرعية و خروجها منه رخصة تقدر بقدرها. قرار زن در خانه این اصلی شرعی هست. اصلا قانون شریعت این است که زنک باید در خانه نشیند و این ظلم نیست و برآمدنش به کوچه رخصت است، یعنی اجازت هست به همه کارها نه، همه وقت نه، با اجازت باید به کوچه برد، اجازت شرعی. شریعت اگر اجازت هست بعد میبراید، از جمله اجازت شوهر، اجازت پدر حتمی هست. اگر مثلا دختر علی نابالغ باشد علی به شوهر نبرآمده باشه با اجازت پدر کوچه میبراید، اگر شوهر داشته باشه با اجازت شوهر به کوچه میبراید. اصل این امر الله تعالی در سوره احزاب آیه 33 و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولی، شما در خانه هاتون قرار گیرید و مانند زنهای زمان جاهلیت پیشینه خودتان را به مردهای بیگانه زیب و زینت ندید، بدنهای خود را نمایش ندهید و در خانه هاتون قرار گیرید. این اصلا کسی برآمدنی باشد باید رخصت داشته باشد، یعنی اجازت شرعی داشته باشد، هم از جانب شریعت هم از جانب آنهایی که درباره وی والی هستند. برای چی؟ برای آنکه این چیزی که طبیعت زن طلبات میکند این در خانه نشستن است. زن نازک است، زن به آفتاب و به زمستان و به خنکی و حقوق زن و مرد برابر گفته. زنهای در سرها برآورده، موزه های پوشانیده، در دستاشون کلند و بیله دادن، دستاشون از دستای مردها فرق نمیکنند، دستاشون مثل دست مرد است. اون طبیعتی زنی گم میکنند، اون زنها بیمار میشن، عذاب میکشن، در آفتاب‌های دور و دراز برآمده پخته میچینن، زمین شودگار میکنن. این حقوق زنها رو پایمال کردن است. ببینید زنهای محترم، شریعت شما رو احترام کرده یا ظلم کرده؟ شما در خانه شاهانه شینید گفته است، بر ذمه شوهر واجب کرده است که حالا بسیار زنها میگن که یگان شوهری به ناموس نیست که ما بزنی گیرد و زندگی ما تامین کند که به کوچه نبریم. دیروز از زنک نوشته است که شوهرم، یعنی من 2 فرزند دارم، 1 تین پول نمیفرستاند از روسیه و یگان آدم ندارم که همین 2 کودک نگاه کند که من برآمده 1 برده نان کار کرده بیایم. میگه ببینید شرایط شوهر 1 تین پول رای نمیکند. گفت از من چه جواب دادگیم، من این به 2 فرزند به خانه پدرم برگشته نمیتونم، اونو شرایطی من نگاه کردن ندارد. من در همین خانه شوهرم اگر چی طلاق شدم شتی هم میگد، او به من پول نمیفرستاند. اكو من یک شخص دیگر ندارم که همین 2 کودکم، یک تا چند ماه است، یک تاش 2-3 ساله است، به نزد اون کس مانمو برآمده اقلا به 1 بریده نان کار کرده بیایم. این شرایط هم ندارم. یعنی شریعت وقتی که زن میگه که تو در خانه شین و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، و بر ذمه پدری خانواده، بر ذمه پدری فرزندها طعام آنها و لباس آنها واجب است یافته آمدنش. میگوید اینجا برای زن الله تعالی نیکی کرده است یا بدی کرده است؟ اون زنهایی که به کوچه میبرند باور کنید بعضیش نه به خواب سیر است، سحر باید ساعت 7 به کارخانهش رود، از ساعت 5 میخیزد، یعنی نه به خواب سیر است نه به شوهرش طعام سحری آماده میکند، در عذاب و در مشقت میرد کار میکند. همین میخواهید تنی صحت نمیفارد. بنابراین طبیعت زن برای زندگی کردن در داخل خانه بسیار مناسب است. مرد باید به کوچه برود، مرد باید زحمت کشد، مرد باید محنت کشد، مرد باید جانش به خطر ماند، زن باید در خانه شیند. وقتی که به خانه که آمد مرد راحت یابد در خانهش که او 12 ساعت 14 ساعت در کوچه که مشقت کشید، اینجا وقتا که آمد یک راحت و آرامی و سکونت یابد که قوتی نو گرفته با پگاه براید برای کار. زن برای زمینم زنم در کوچه باشد، مردم در کوچه باشد. حالا در کشورهای اروپا در زمان کرانتین خیلی عائله ها جدا شدن، بسیار عائله ها جنگ و جنجال، کشتارها هم شد، جدا شدن، طلاق زیاد شد. برای چی؟ اونا سحری 2 کس میبرآمدن میرفتن، بیگاهی 2 کس می اومدن خسته شده که خوب میکردن، سحر برآمدن میرفتن. در ایام کرانتین که در یک جا موندن جنگ و غربت سر شد، بعد عائله ها پاش خورد، چون که طبق دستور شریعت کار نمیکنه. زنک در حالت غایب بودن شوهرش خانهش آماده میکند،
طعامش آماده میکنه، لباسهاش میشود، با آمدن شوهرش خودش زیب و زینت میتید تا اینکه این خانه برای شوهر یک بهشت باشد. بنابراین مقصود شریعت از تقسیم وظیفه ها هست. برادرای عزیز، ما در صحبت گذشته مثال آوردیم که مثال زن این مثال وزیر داخلی هست. وزیر داخلی باید بیرون کشور نبراید مگر هم با اجازت. اگر به اجازت براید احتمال خوف خیانت به دولت دارد. چون پنهانی برآمد؟ چون برای چی به اجازت برآمد؟ با یگان دولت دیگر یعنی یگان سازش کرد. خیانت به دولت است. وزیر داخلی به اجازت راهبر حقی برآمدن از کشور ندارد، برادم همراه میبرد یا با اجازت میبراید، در زیر نظارت میبراید. زنها هم وزیر خارج داخلی هستند، به اجازت باید نبراید. وظیفه وی در داخل است. او همون وظیفهش برای خودش و قول ازبکا یه تعلیق رسانده و بسنده هست. همون وظیفه هم از عهدهش نمیبرد، از بسیاریشه. با بجای وی میبیاد در دیگر اصل ها. حالی بسیار زنها برای تربیه فرزنداشون دیگر زنک اجاره میگیرن، برای تازه کردن خانه اجاره زنک میگیرن، دیگر مرد اجاره میگیره، اینش بدتر است. یا راننده میگیرن، اینش با بدتر است. الفصل بین الجنسین و عدم الاختلاط. مقصد شریعت وقتی که زنها را به خانه نشین گفت، جدا کردن بین دو جنس و آمیختگی نکردن. چون که اینا به کارخانه که برآمدن با مردها آمیخته میشن. همین بسم الله که گفته از کوچه برآمد الکه اتوبوس یا مارشروتکه میشند، الکه اختلاط است، الکه آمیختگی با مردها هست. خب تستطيع اداء دورها المنزلی امًا و زوجتا. وقتی که در خانه باشد وظیفه منزلی خودش ادا کرده میتواند، همچون مادر همچون همسر. او دو وظیفه دارد. وظیفه همسری دارد، خدمت شوهر باید کند، و همچون مادری را به جا بیارد، خدمت فرزندا کند. آنها به نمازها بیدار میکند، تربیه میکند، لباسهای آنها را میشوید، طعام میپزد، آنها را تعلیم میدهد، خانه را نگاه و بینی میکند. او در داخل وظیفه های بزرگ دارد. چهارمینش قرارها فی بیتها فیه وفاء بما اوجب الله علیه من الصلوات المفروضات و غیره. وقتی که در خانهش قرار میگیرد، نمازاش در وقتش میخواند، طهارت میکند، وقتای خالی داره، خودش به خودش خواجه‌این است، در بالای وی کسی حکم فرمان است، کاراشو میکند، وقتای خالیش به قرائت قرآن میکند، صحبت علمی گوش میکند، فرزنداش تعلیم شریعت میدهد، مشق جسمانی میکند. یعنی خودش به خودش راهبر است در داخل خانه، مسئول است از خانه شوهرش، نمازهاش در وقتش میخواند. به کوچکی برآمد، من بسیار یه زن برای من سوال داد که من وقتی که تنگه را به دست آدم ها میدیم، میگه در مغازین کاسیر کار میکنم، تنگه را به زمین میمانم. میگه برای چی؟ برای که دستم به دست زنها مردهای بیگانه نرسد. چون که تنگه وقتی که میتید دست به دست میرسد، من تنگه من به زمین میمانم که خودش گیرد. یعنی وقتی که به کوچکی برآمد زن، الکی با مردهای بیگانه آمیختگی، صحبت، که این چیز شرم و حیا رو میپراند و این عاقبتی بد دارد. این چنین تحقیق امر شریعت است. شریعتی پاک است که کرامت زن و پاکی زن را حمایه کرده است. با این وسیله شرف زن حمایه میشد، کرامتش یعنی تحقیر نمیشد. ببینید بیچاره زنهای مهاجرای ما چخیل در کشورهای مهاجرت هم آدم های ملتگرا غم میتیند، عذاب میدهند، حقارت میکنند، دشنام میدهند، مجبورند به عدل ها میبرند بیچاره زنهای مسلمان ها را. یعنی در این حالت کرامتش، حقوقش پایمال میشه. اما در خانهش حقوقش محافظت میشه. اگر وقتش خوشلو ترتیب تید، ریجه روزش خوب باشه، نماز تهجد دارد، نمازهای فرضینه در وقتش، ذکرهاش در وقتش، طعام شوهرش، طعام فرزنداش، لباسهاش شستگی، خانه ها تازه، برای آب و تاب بدنش هم مهنت میکند، همه کارهاش منظم و به ترتیب است. او میتونه در خانهش چقدر که گفتیم برای خودش بهشت خودش را آماده کند. و کوچکی برآمد کرامتش میفروید. در استانافکا منتظر نقلیات میشد، خاریگری هست، در آفتاب و در خنوکی ها می ایستد، میبرد در مارشروتکه در مترو راست می ایستد. گاه ها در بسیار کشورهایی که اهالیش زیاد است ببینید 1 ساعت 2 ساعت در مترو راست می ایستد. همین میفورد همین چیز.
در خانه نشستن نمیفورد. یعنی شریعت برای شما نیکی کرده است زنها. اگر این نیکی ها را قدر کرده دنیا آخرتون آباد میشد. ولی این بود اصلی چهارم. اصل زنک باید در خانه قرار گیرد. این حمایه فضیلت و شرف زن است.